داخیانیش برای گشتی گل ایرانه بگشتی و به تایبت جن جعالی رژیم ملالی دیکتاتور ایرانی و راستی کرتن و کرکرنیتی چه دست بکر آپرین ایرانی و لدجی چالکوان سیویل و سیاسی خوپیشاندار کرتن رواندن و اشکنجه دین مشاندن آپرین کل لسراسر ایرانی بکات و هینجی بردوامه که رژیم ایرانی برامیاری آخواه یا اولی یا رادیکل و ذهنیت میرسالاری یا پاشبرو همو مافن آزادی ین جن کس و جواب و گل ایرانی تبساندیه هر وها جبری آنی 20 سال جیش آلی رژیم آخواه یا فاناتیک و زایندی و اولی جن راستی بن فکر ناده جن و گل ایرانی دبن ناو اول به همو مافن خواه ین مروفی جدست وان حاطنه کرده لوما لهنبری به رژیم زوردار گل و جواب ایرانی به پیشنگی جنان و داخواز آزادی آخر در شراپرین برندانه نه در بکرین نشی زندان کاری بون به گلی پاش بدن آبیتن و رژیم ایرانیشی نکاریا حز و اراده گل تکوشر بشکینه دوی درباره در حق چالکوان ما فشنه و در حق چالکوان پاشخان عزیزی و شریف محمدی در از در بکرین حاطی استاندن او جی شبک و هر دو چالکوان اندام کمیلین لدجی رژیم ایرانی بود. ام در خستن سالا یا لدجی کندی آگسترشنه یا حرم باکر رجلات سوریه ده بم فکرین لدجی جن ایرانی و جبو آزادی جفاک و مروفاهی دخابتن به تندی شرمزار دکن. هر وها ام جزاین دار فکرین ین سر هر دو چالکوانان حاطی داین شرمزار دکن. جبت و افریار همو قانون و بند ناودولتی جبو مافی مروفان و چالکوانان بپیدکن. ام قام لحمور خستن ما في المروفان تفكر شنان وصازيا كوينتدار دكم كو دنگشن ایرانی و جواب ایرانی رادونن هر وها ام قام لصازي نابنتوي دكم كو ببر برسياري و اكو خرابن جبو بطال کرن جزای دار بکرین بخبدن و لدجی بان پیک آنینان لدر بی مروفی بم پیکرن و کنکوشی انکشتی لهمبری جن و جواب دینا کرن در کدن و حساب انجی کسی بر بسیار بخوازن ریخستن سارا یا لدجی کندی یا لسر جنه یا کانتون عفری و شهبا 18 به 1024